سلام دوستان، وقت شما بخیر، مخصوصا شما که دوستدار هنر و فرهنگ ایرانی هستین. در این ویدیو میخواستم کتاب مبانی نمادین طراحی نقوش حیوانی در هنر خاورمیانه رو خدمتتون معرفی کنم که البته با توجه به اینکه بیس این کتاب بر اساس تاریخ هنر هست، مسلما در اون زمانی که این کتاب و این اشیایی که مورد بررسی قرار گرفتن همه جزئی از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی بوده. و همچنین اگه شما سرچ کنین درباره تاریخ خاورمیانه در آمازون، شما کتاب من رو میتونین پیدا کنین که توی اون حتی اشاره شده که تاریخ هنر طراحی اشیا در خاورمیانه، مخصوصا ایران. اما این کتاب رو به این خاطر میخوام خدمتتون معرفی کنم که اگه دوست دارین که در این ایام توضیح بدین، مخصوصا به دوستان خارجیتون، که چرا نماد شیر یک نماد بسیار مهم هست در پرچم ایران، چگونه بتونین این رو با توجه به تاریخ هنر براشون توضیح بدین. تو این کتاب من نشون دادم که اولین پرچم در کل تاریخ دنیا مربوط به تاریخ ایران هست. حدود 5000 سال پیش در شهداد پیدا شده و در این پرچم شما نقوش شیر رو به وضوح در اون میبینید. جای دیگه در اینجا نشون دادیم که همه این نقوش در واقع که برگرفته از طبیعت هستن، در فرهنگ و هنر ایرانی بر اساس آب، باد، خاک، آتش قابل تفسیرن. یعنی 4 نمادی که برگرفته از طبیعت هستن که اینها همون 4 جهتی هستن که چرخه خورشید یا سواستیکا رو نشون میده. از دیگر آثاری که در این کتاب به خوبی توضیح داده شده و با دیتیل و همه جزئیات بهش پرداخته شده، جام حسنلو هست. جام حسنلو بسیار اثر ارزشمندی هست در هنر و فرهنگ کل دنیا، به این دلیل که 3 خدای اصلی دوران کهن، یعنی خدای باد، خدای ماه یا زمین و خدای خورشید در اون نمایش داده شده. و نکته جالب هم این است که حتی برخی تفسیرهایی در رابطه با آیین میترائیس روی اون گذاشتن، چون ما به وضوح شکل شیر رو اینجا میبینیم و ایزدی که از دل یک صخره داره بیرون میاد. علاوه بر اون یک فصل مشخص هم به عنوان سمبل های شیر در این کتاب اشاره شده و آثار مختلفی که مثلا اینجا دارین میبینین که جام کلاردشت هست که باز اون چرخه خورشید یا سواستیکا بر روی ران شیر دیده میشه. جام های مختلفی از هنر اشکانی در اون توضیح داده شده. حتی قبلتر از اون در هنر جیرفت ما گربه‌سانان دیگری مثل پلنگ رو داریم و این آثاری که واقعا بسیار فاخر هستند در دوره‌های مختلف به وضوح در هنر ایران نشون داده شده. این کتاب بر اساس 4 گروه دسته‌بندی شده: حیوانات شکارچی، حیوانات آبزی، حیوانات اهلی و حیوانات اسطوره‌ای. با این 4 کاتگوری یا گروه بندی که در اون اشاره شده، حیوانات مختلفی که در این 4 گروه می گنجن به تفسیر با آثاری که در هنر ایران و خاورمیانه ازشون پیدا شده توضیح داده شده. این کتاب در نسخه فارسی و انگلیسی هم در کتابخانه مهر بوک هاوس در بلویو قابل تهیه است. اگه میخواین که هم نسخه فارسیشو داشته باشین هم نسخه انگلیسیش، این کتاب 2 زبانه‌ای هست که در این رابطه چاپ شده. ولی اگه فقط مایل هستین که نسخه انگلیسیش رو داشته باشین، میتونین این کتاب رو از سایت آمازون تهیه کنین. امیدوارم که حتما این کتاب رو مطالعه کنین و درباره‌اش با من نظراتتون رو با من در میون بذارید. دوستان عزیز، در رابطه با مفهوم شیر در پرچم ایران، همونطور که قبلا هم در ویدیوهایی در این رابطه صحبت کردیم،
میخوام امروز بیشتر در رابطه با مفاهیم نمادین حیوانات شکارچی در فرهنگ و هنر ایران و در شاید بتونیم بگیم فرهنگ و هنر کل مردم دنیا صحبت کنیم. حیوانات شکارچی که یکی از 4 گروه اصلی رو در این کتاب به عنوان مبانی نمادین طراحی نقوش انسانی در هنر کهن خاورمیانه به خودشون اختصاص دادن، از چه لحاظ به نظرتون حائز اهمیتن؟ شاید یکی از دیدگاه‌های اصلی در این رابطه این باشه که بتونیم بگیم که انسان با تصویرگری و استفاده از نمادهای حیوانات شکارچی به نوعی همزاد پنداری می‌کرده با اونها. یعنی اگر نقش شیر رو می‌کشیده به این امید بوده که قدرت شیر رو داشته باشه. اگر نقش پلنگ رو می‌کشیده با توجه به اینکه می‌دونیم که بافت بدن پلنگ یک سری نقاط بسیار زیادی داره، میتونه نمادی از برکت و فراوانی بوده باشه براشون. و ما از اینم نمیتونیم بگذریم که به هر حال نمادهای هر کشوری مسلماً نمادهای بومی اون سرزمین هستن. وقتی ما در ایران میبینیم که حیوان ما شیر ایرانی داریم، یوز ایرانی داریم، مسلماً از همچین نقوشی هم در هنر ایران در طول تاریخ از هنر کهن گرفته تا امروز استفاده میشه. همینطور که خدمتتون گفتم مثلا نماد شیر و خورشید از کهن‌ترین نمادهایی هست که ما در کهن‌ترین پرچم دنیا که به قدمت 5000 سال پیش هست در ایران به دست آوردیم. نماد مسلم شیر و این شیر ایرانی هست که در قلب ایران قرار داره و مسلماً یکی از شاید به همین دلیلم هست که وقتی که ما میخوایم از نمادهای عشق هم صحبت کنیم میتونیم که شیر رو در مرکز توجه قرار بدیم، چون هم شیر نمادی از خورشیده و خورشید به دلیل گرما بخش بودن و زندگی بخش بودنش یکی از نمادهای اصلی عشق به حساب میاد. شیرم به گونه نماد خورشید هست و میتونه نمادی از عشق هم باشه و معمولاً به دلیل اون قدرتی که داره و به عنوان سلطان جنگل ازش نام برده میشه، ما میتونیم در جامعه مردسالار بگیم که به هر حال میتونه نمادی از مردانگی هم قلمداد بشه. هرچند که امروزه ما با تصاویر بسیار زیاد و نمودهای بسیار زیادی از شیرزنان روبرو هستیم، مخصوصا در ایران. زنده باشید شیرزنان و شیرمردان ایرانی.